به من که رسید گفت تا حالا خیانت دیدی یا خیانت کردی؟ گفتم خیانت دیدم، خیانت نکردم. جای تعریف داره برای من. خیانت صرفاً ورود شخص سوم توی رابطه نیست. خیانت میتونه نادیده گرفتن خیلی از کارهایی که برای پارتنرت کردی باشه. خیانت میتونه عدم توجه باشه. دقیقاً. خیانت میتونه خوبی‌های پارتنرت رو بذاری به حساب وظیفه. خیانت میتونه حمایت‌هایی که کرده، اولویت‌هایی که برای خودش میتونه بذاره رو بر تو بذاره و تو نادیده بگیری. حرمت شکنی میشه خیانت. یه جمله اصلا اصلی هستش که همه شاید اینو شنیده باشن، میگه کارهایی که تو در حضور پارتنرت برای کس دیگه ای انجام بدی. حتی من اینو میگم شاید مثلا تو بیای با پارتنرت نخندی، بلند شی بری با یکی دیگه بخندی، خب اینم میشه خیانت، چون تو اون خنده تو داری از اون پارتنر میگیری، داری میدی به یه نفر دیگه اون خنده رو. اینم خودش خیانته. چرا فقط ماها اینو یاد گرفتیم که بگیم شخص سوم خیانته؟